بچه‌ها من کدمک زده هستم. خوش اومدید به این ویدیو جذاب. دوستان من اصلا هیچ جایی پیدا نکردم برای ویدیو درست کردم. اومدم خونه مادر بزرگم با پسرمو و منم چنلم از یوتیوبم رو بهش گفتم و میام ویدیو کالافینا میخوام بذارم توش و گفتم چی شده؟ گفت بیا اگه جرأتش رو داری بیا با هم دوئل اسنایپ بزنیم. گفتم نوبی تو اصلا باد نمیتونم باز کلی چیز دیگه. حتی این بود همینجوری دیگه. اصلا مهمون پره نمیتونم حرف بزنم. لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره. این ویدیو لایک کنید، کامنت هم بذارید سراغش. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان عزیز، ما که دوئل رو زدیم. وای، یعنی ببینید پشیمون شدم از این دوئل که من زده. نمیخواستم ویدیوش بزنم ولی گفتم به خاطر سابسکرایب رای عزیزم که جدید شروع کردم بذارید دلگیر نشید از من، دلخور نشید از من. خب دوستان ببینید از این ویدیو که تماشا میکنید معلومه دیگه، معلوم. ببین لگ و نگاه تو اصلا ببین یعنی چی آخه یه لگه. دهن آدم سرویس شد. به زوری داشتم میزدمش، به زور والا. و دوستان اصلا ببین انگوشیم دستم بود، خونم گرم بود، بازم چیز داشتم حالا چی میگن اون گرم آب تولید میشه اسمش یاد بابا زبونم. حالا همون دیگه عرقی دستم کل عرق شده بود، نمیدونستم چی کار باید بکنم. فقط گوشو ببین چطوری هنگ میکنه فقط دهن آدم این میگاد. حتما یادتون نره، حتما میگم یادتون نره سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنید و ببینید اینجاش که تا اینجاش من راضیم، ولی اونجایی که اسنایپ میزنیم اونجا خراب میکنم. به خدا دوستان صدام کردم و باز اومدم دیگه. عجب چیزایی. بعد دوستان بعد یه 3-4 روز هم صبر کنید، من میرم خونه خودمون چون یعنی اینجا مهمونم. نمیدونم دارم چی کار میکنم و همین دیگه. و اینجا حالا کلی لگ داشتم و اینجور چیزا و نمیدونستم. ببین فقط گوله رو من میزدم، صاف میدیدمش گوله رو میزدم. یه جا اسنایپ بازی میکردیم و گیر میکرد، این نمیزد اون طرف، این نمیومد اینجا. ایمو باز کردم، هر چقدر رو جوله میزنم، جوله یا همون دکمه تیره میزنم، هر چقدر دلت بخواد که میزنم، ولی اصلا تیر نمیزنی. پشمام ریخته بود. اینجا هم که میبینید همشون مال عرقه، اون عرق شده بود، اصلا نمیتونستم ببین. یعنی دو تا بات از ما بهتر باز میشه. یعنی ببین من که دیوایسم ضعیفه، دیوایسم آبیستویچ، با همین ویدیو میگیرم، ادیت میزنم، کاورم رو با این میزنم، تامنیل کاور تامنیل فرنه همش رو با این میزنم، ویدیوهای هر روزم رو با این نگاه میکنم، هر کاری بگی من فقط با این میکنم. این دور چیزاش دیگه نمیدونم. ما مثل بقیه پولدار با پول بابامون نیومدیم بالا. من اومدم خودمون اینجا میخوام برای خودم سند شروع کنم که برم توی یوتیوب بالا. و اگه دلتون خواست منو حمایت بکنید، کل نوکرتون من میشم، چاکرتونم هستم و کلی دیگه. اینجا چه حیفایه زده بودم، فشار میخورد. اینم بعضی موقع نمیدونم چرا گفته بودم اسنایپ بابا الان اینجا نمیدونم اون قدرت رو برمیدن یا اینجاست نمیدونم، ولی من نمیدونم چرا همیشه اسنایپ رو برمیدن گوشیم برمیدن لگ، گوشیم فقط لگ میزنه و همین هست دیگه. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و پیشنهاد میکنم آخرای ویدیو برید، چون که آخرش ببینید شما از طرف من فوش میخورید و فوش میدید و هر کار دلتون. اینجا گوشی هنگ کرده بود، اصلا نمیتونست، نه این میتونست بزن نه من، و اینجا زد منو. حالا منم اسنایپ همو برداشتم برم سراغش، همینو چیزا و رفتیم. ببین اصلا تنگ میکنه اسنایپ میارم دستم چیه،
خودش میدونم که من میخوام اسنایپ بازی کنم، چون اصلی که من اسنایپ دیگه، به خاطر همون همه چی لگم. دوستان اگه از به جز من صدایی که میاد ببخشید، چون که مهمون خانه خودم میگم با پسرم رفتیم مهمون خونه مادر بزرگم میموندیم اونجا و همین دیگه. و اینجا باز ببخشید اگه تکرار میکنم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. هی و اینم از حالا دوستان قرار گوشمو به زودی عوض کنم و میریم به راه همه چی، هرچی دلتون بخواد به راه هندکم. با این گوشی هندکم میگیریم با تمام کیفیت، هندکم رو میگیریم عشق میکنیم. اینجاست دیگه پسرمون هرچی دستش میاد داره، فشارش کرده بودم تا خون گریه میکرد. و مرسی که تا اینجای ویدیو منو نگاه کردید. نوکرتون هستم. خدا یار نگهدار. چاوکت کد مکس دات زت.